بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه دوستان عزیز، خواهران و برادران مؤمن و مسلمان، اولتر از همه عید سعید فطره بر همه امت اسلامی و بر ملت مسلمان افغانستان و بر همه خواهران و برادران عزیز خود تبریک میگم و از الله تبارک و تعالی قبولی طاعات و عبادات را استدعا دارم. امو طریقه سنت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میخواستم خدمت دوستا بیان بکنم که تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال و عیدکم مبارک. و از همه دوستان و عزیزانی که از هر طریق عید را تبریکی دادن، از اونا هم تشکری میکنم و به این وسیله بر همه عزیزان عید را مبارکی میگم. از دوستان، از اعضای خویشاوندا و همه برادرها و دوستای عزیز ما یک جان سپاس، لطف کردن. بیشتر وقت دوستا رو نمیگیرم چون میدانم که روزهای عید است و دوستا همه در خوشی عید هستن. از الله متعال صدا دارم که عید را عید خوش ما بگردانه و الله تبارک و تعالی مصیبت ها را از همه امت اسلامی و از همه جهان برداره. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.